با مناسبت فرارسی عید فیتر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مردم شرفمند تاجیکستان را شادباش گفتند. حالا توجه نمایید به متن نامه شادباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مناسبت عید فیتر در قرائت همکاران ما. هموطنان عزیز، صبح 5 ماه ایون عید سعید فیتر فرا می‌رسد. با این مناسبت مردم شریف تاجیکستان را صمیمانه تبریک میگویم و به خاندان هر فرد کشور خوشبختی و نیکروزی، روزگاری آسوده و فیض و برکت آرزو مینمایم. خرد و بزرگ کشور ما شکرانه میکنند که جشن و عیدهای ملی و دولتی و عنعنه و آیین‌های اجدادی خود را در فضای صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت و همدیگر فهمی و ارجگذاری به سنت و ارزش‌های فرهنگی ملیمان استقبال می‌گیرند. سرچشمه همه دستاورد و پدیده‌های اینه که قریب 13 ساله اخیر استقلالیت و آزادی تاجیکستانی عزیزمان میباشد. از این خاطر رسیدن به قدر استقلالیت و آزادی و حفظ دستاوردهای آن، سعی و تلاش برای پیشرفت و آبادی وطن، تأمین رشد اقتصادی و بلند برداشتن سطح نیک و احوالی مردم تاجیکستان قرض ایمانی و وظیفه انسانی هر یک شهروند مملکت می باشد. یعنی ما باید تمام نیروی خود را به همین سمت روانه کرده نسل‌های نورس و جوانان را که سازندگان و صاحبان آینده تاجیکستان می باشند در روحیه وحدت و یگانگی، خودشناسی و افتخار ملی، پاس داشتن مقدسات وطن و احترام گذاشتن به سنت و آیین‌های ملت کهن بنیادمان تربیت کنیم. باعث خوشحالی است که سالهای اخیر بسیار شهروندان صاحب همت ما طبق سنت‌های انسان پرورانه خلقمان به عائله‌های کم‌بضاعت، یتیمان و معیوبان و خانه‌های کودکان و پیرانسالان کمک می‌رسانند و در جبهه آبادانی و سازندگی شهر و دهات کشور ما نیز سهمی ارزنده می‌گذارند. من به همه آنهایی که در این ماه مبارک عملهای خیر و ثواب را انجام دادند اظهار سپاس می‌نمایم و باور دارم که من بعد صفی چنین شخصانی سخاوت پیشه و ثواب جوی باز هم بیشتر می‌شود. هر عمل خیر و نوازش و دستگیری یتیمان و معیوبان و محتاجان و نیازمندان در فرهنگ مسلمانی از جمله عملهای پسندیده ترین به حساب می رود. ماهیت انسان دوستی و تحملگرایی دین مبین اسلام نیز محض در انجام دادن عملهای نیک و کارهای خیر و ثواب انعکاس می یابد و چنین اعمال پسندیده به تحکیم وحدت ملی، ثبات جامعه و تقویت رابطه ها میان ساکنان مملکت مساعدت می نماید. هنوز در مرحله های اولی گسترش اسلام فرزندان دانشمند و فرزانه خلق صاحب تمدن تاجیک به مانند امام اعظم ابو حنیفه و امام بخاری در تفسیر و تبلیغ اندیشه های انسان پرورانه، آموزش علم و معرفت و آداب و فرهنگ نقشی برجسته بازیدند. واقعاً روشن نگاه داشتن چراغ معرفت، راهنمایی نسل‌ها به از خودکنی علم و دانش و کسب و هنر یکی از سمت‌های مهمترین تعلیمات نیاگان صاحب معرفت ما به حساب می‌رود. محض با همین سبب در زمان سامانیان فریضه‌های دینی از جمله سنت‌های ماه شریف رمضان خصوصیت ملی پیدا کردند و در عصرهای بعدی آموزش دانش‌های دنیوی برابر علوم دینی به حکم عنعنه درآمده از میان نمایندگان نیاگان ما نابغه‌های علم و فرهنگ جهانی به کمال رسیدند. یعنی در نهاد تاجیکان جستجوی علم و به این وسیله تأمین نمودن روزگار سرشت قدیمی داشته است. مجرای تیز و تند پیشرفت عصر نو و رشد علم و تکنولوژی‌ها ما را وادار می‌سازد که برای باز هم تحکیم بخشیدن استقلالیت و تأمین نمودن رشد اقتصادی ملی از نوگانی‌های علم و دانش، تفکر پیشرفته،
دستاوردهای نوترین علم و تکنیکا و امکانیت‌های تا رفت افزاینده ساحه اطلاعات و کمونیکاسیا هرچی بیشتر استفاده نماییم. زیرا بدون معرفت بلند سیاسی و اقتصادی، جهانبینی معاصر، تفکر نوترین تکنیکی و تکنولوژی، ملکه بلند کسبی و دانستن زبانهای خارجی با روند با سرعت جهانی شوی و علم و تکنیک پیشرفته برابر قدم گذاشتن مشکل می باشد. بنابراین وظیفه ایمانی و انسانی هر یک فرد با ننگ و ناموس ملت و مسلمان روشن فکر امروز و همیشه از آن عبارت است که برابر ادای رسالت دینی قرض مقدس شهروندیش را نیز به جا آورد و همه کوشش و تلاش خود را به سوی آرامی و آبادی وطن، پیشرفت دولت، حفظ استقلالیت، صلح و ثبات و وحدت ملی که بزرگترین دستاوردهای ما می باشند روانه سازد. در این بابت می خواهم یک حدیث پیغمبر اسلام را خاطررسان نمایم که چنین است: هیچگاه از کارهای نیک دوری نجویید، به آبادی و اصلاح دنیا کوشش و غیرت نمایید. رویداد و روندهایی که سالهای آخر در مقیاس سیاره ادامه دارند ما و شما را وادار می سازند که زیرکی سیاسی، ننگ و ناموس ملی، حس بلندی وطن دوستی و وطن پرستی و خودشناسی و افتخار ملی را هرگز از دست ندهیم. در برابر این نگذاریم که غایه های زوراوری، عقیده های افراطی، جدای اندازی و نفاق انگیزی در کدام شکل نباشد زندگی آرام و باثبات مردم ما را خللدار سازند. اعتقاد و اعتماد و ایمان و اراده انسانهای خداجوی را باید برای آبادی و سازندگی هدایت کرد، نه برای انگیختن نفاق و کینه و انجام دادن عملهای زشت و نامناسب. هموطنان گرامی، فرارسی عید فیتر را ما و شما با آراستن دستورخوان عیدانه ولی با رعایت قاعده های سرشته‌کاری و پرهیز از اسرافکاری با قلب پاک و نیت‌های نیک انتظار می‌شویم. به عیادت پدر و مادران و کلانسالان می‌رویم. به ارواح گذشتگانمان از آیات‌های کلام ربانی تلاوت می‌کنیم. به عزاداران تسکین می‌دهیم و قرض ایمانی و وجدانی خود را ادا می‌نماییم. بزرگترین ثواب در این روزها خیر و سخاوت کردن به احتیاجمندان و درماندگان، عائله‌های کم بضاعت، یتیمان و معیوبان و خبر گرفتن از حال آنها می باشد. زیرا به تعبیر بزرگان خلقمان اجر و پاداش آن از فضیلت حج اکبر هم زیاد می باشد. از این رو خیر و سخاوت و مهربانی کردن به یتیمان و معیوبان و نیازمندان و کم بضاعت ها که در روزهای عید چشم امید به سوی ما دوختند، قرض انسانی و مسلمانی هر فردی خداجوی و انسان دوست است. بار دیگر عید سعید فیتر را به تمام مردم کشورمان تبریک گفته برایشان سلامتی، بخت و سعادت و همه خوشی های زندگی را آرزو می نمایم. عید سعید فیتر مبارک باشد هموطنان ارجمند.